حتی خلق دلم گرفته برا اون قدیم ندیما، برا خاطرات خوبش، برا اون دور همیا. ایدا جمع بودن تو خونه خشتی آقا، خاله و آمو و دایی نشستن دور نناغا. نناغا چایی میریزه برا مهمونای خونه، بچگا دنبال بازی شو غروب داره مخونه. اون روزا بازی یا خش بود، لیله یا حفظنگ و سکسود، کل بازیاش باحال بود، تو کوچه تا دم غروب بود. کسینا که آخمه شد جمع شدن همه دو هشتی، نخود و کشمش و تخمه گتا هندونه مشتی. هوا که تاریک میشد ننه براشو یک کاری میکرد، کمک زنا میرفت و مطبخ و گوشت خشی بار میکرد. نونو گلتیر بود و سبزی بود و پیاز و زیره، او گوشت و اون گوشت بره الا خاطرات نمیره. زنا قالی باف بودن، مردا گیوه باف بودن، یزدی ها مهمون نواز و خاکی و دلصاف بودن. از قدیم تا به حالا به یزد میگن دار و لباس.